ساعت 6 اینا میمونن برو نه خودش میتونه ما چه توقعت کنیم توقعت کنم دیگه نمیشه نه چیزای مهم نداشتم مهمش ایه ها اومدی چی شد؟ خیه زنک ما دت حیران میشم و خیه چی با اوخی درت محکم نخدت میویی نمیمونی که ببرومه آخر من با پدر و مادرم گفتم که تو در جای کارت هستی چه خیلی کار در زواد قنادی تو دیرکتور کار میکنی چه خیلی زود چه خیلی قنادی من نفهمیدم کوترا تو کش مو مرای خدا خیلی فریل توبه. میکنیم ما اوت زن شوهر باشیم زندگی مو که سر میشه تو که مقتی هم جهانگیر خواه میره ایما رفته میتا باشه بریم گلتونا بیوین یک لحظه مرا در این احوال پرتفتن نرو تو با من در کاری ای تا هم احوالی مرا بفهم من باید برم تا مرا باید بفهمی اگر من حوزی نرم حوزی هم اجور را جزیر میکنیم با خودت میگیری توزه میکنی پدرم بجوشو چی؟ پدر رو اینجا درو زود مرا تو چیکار کردنی زود گفتم زود جا دارو ما درو ابلاوات نمیترسم زود درو مرا تکی جو بجو میکنی موزونه هستی یا نه؟ لبای پدر جان موزونه؟ تو در کجا میگردی؟ تمامی حولی رو گشتم در هیچ کجا نیستی؟ من در اتاقی خوابم بودم پدر جان سرتون از درد ماند پدر جان ها از دردش ماند شوهرت کجا شد؟ من با وی درستم شناس نشدم ها حاضر من با اون کس با تلفن گپ زده ایستاده بودم بگو از کار می آمده است ها خیر میلش من در پایان میشوم مگر که آمد مرا خبر کن خوب شد است پدر جان موزونه و تاد رفت و موزونه و تاد رفت ایما دیگه توقعت کردن نمیتونم ای بی موزون چی گپ شده موزونه و تاد رفت نه نرفته است آی السلام علیکم خسور السلام علیکم ها چی خشمو نقص خورافته خیستی نوخی؟ رحمت تشکر نقص خورفته خیستیم شما هم نقص خورفته خیستی؟ ها سوز رحمت در اینجا چیکار میکنی؟ ها ما در اینجا ما وای ها همون دکتر گفت که درود کرم کردی سلقینو در بشی انا سلقین در رود کرم نیست کو؟ ها چه کرم نیست ها کرم ها ای ولی تیوری که دیدیم بعد کرم هم میکنیم در وزیرش تیوری اون مختا کشم با کرم میکنم خیر میلش طرف های ما هم بیایی ها بیاین شما هم بیاین خب پرسیم شوهرت که از کار آمد مرا خبر کن موزونه و تاد رفت نه حالا نرفته است اوزی در نشید کو انا اکنون میرود نمالی باز اون گوزانه ای بایه برو پدرم رفت برو گفتم پدرم رفتن ای برو گفتم پدرم رفتن یاد هم با نمگی اخیه قریب خون برد همجایه ای تو نخود یک لحظه دیگر طاقت کردن نتوانستی ها چی خیلی یک لحظه تولی ایتن من میشیدی ایشا و تو سارا هیچ کار نکرده یک گرچوک نمیمونی اخیه ای سر تو بگر هم میشتیم نمیجا آخر تو مرو شرمنده کردی ها اوما ایکی جو میدونم خیلی میشه با بوری مکنه ما خدم یا جا بگی بچه چوکا دیتا بگی موزونه لبای پدر جان من این کس را نشناختم نام شما چی؟ نامی نامی این کس پدر جان جهانگیر دوستی جانی و هم خدمتی شوهرم می باشد پدر جان حالا باشد در خانه ما مهمانند داماد شما از کجا؟ چخگی جوگی
خانه شما در کجاست؟ خونه ما در بولیزمی. گرگاله همیشه خیاد نموندیده. راستی گپ ما زاده شهری وحدتیم. وحدت؟ موزانه؟ لابای پدر جان، تو با شوهرت در کجا شناسیدی؟ با شوهرم در ورزشگاه. بله درست میگوید، در ورزشگاه. این کس هر سحری بر وقت میدویدند. تو در آنجا چی کار میکردی؟ من هم میدویدم. حالا باشد نه؟ خیر، بعد چی؟ بعد همین خیل از همون روزی که مرا در آنجا دید با من عاشق شد. در مکتوبهایش می نوشت که مرا سخت دوست می دارد. به تو نمی توانم. همین خیل مکتوب می نوشت: همسری من نشوی، من خودم رو می کشم. به تو زندگی کرده نمی توانم. خلاصه گپ همین که خودش رو به من تصور کرده نمی توانست. ما همی زنک ده حیرانم. ترا چیزو رو ما دای دروغ میگوی؟ او چه خیل دروغ؟ او گپ راستش بگو آخی. راستش چه خیل؟ گپ راستش نیخی بود. من استادیون دا میدویدم هر سری یهی میبینیم که کمی مرا اینم دور بوده سر. یکی میبینیم که نمی دختری شما. بعد دویدم نم تا اومم راستی شلنگ دا او فرایمون ریختی سر. با شلنگا گرفتم نم تا لباس ما بدار کردیم ریختی سم بدانم نم تا دیگه هم شارا دختری شما ما نمیگه زنده دیگه بعد ایما دا پول نیهویش داد کوی باور میکنی؟ چی داد؟ هویش داد 3000 پس داد دیگه بعد ای فرصت استفاده برده دویدم اومدم پیشش گفتم دختر تیزو نمیکشی نامتری نگاه میکنی؟ ای خدا بترس بتنو میرو تا بگه گدوک روی میکنم سنگم بزا گپ دارم با بگه گدوک رویش کامه بزنگم زد دیگه چخ کیم خواهی گفتگ موترا خونه دمود میکنیم و تمپل دورا خونمون سوزای ماشینی اوپل اس کلاس دوریم ای با خدمونا تنجیم نامتریم خواهی با کی نمیگه نه توی منشیده خواهی نوز کیم چخله کی میگه اوش به پیوز نمیشه بچه به نوز چیزی بد نبد یوشی بد اینا تویمون هم گذشت در این وقت همو دوره را بیاد میارم همی ایتنی زن میزان بکشمه خیلی چی میگوی دیگه جوانی